خدمت دوستان عزیز. امروز در خدمتتون هستم با آموزش اندیکاتور ترند پولبک AHE. اول بریم وارد تنظیماتش بشیم، ببینیم که چه تنظیماتی داره و با نحوه کارکردش آشنا بشیم. وقتی که وارد تنظیماتش میشیم 4 تا گزینه هست، یکی پریود های، یکی پریود لو و رنگ سیگنال بای یا سل، که این های و لویی که هست رو بر اساس استراتژی که داره شما میتونید تغییر بدید و خط و خطوطی که داخل چارت میبینید خب متفاوت خواهد شد. من حالا دیفالت رو تست میکنم، ولی اگر دوست داشتید میتونید خودتون تغییر بدید. رنگ بایم به رنگ آبی و رنگ سلم به رنگ قرمز گذاشتم که حالا باز اینا رو میتونید تغییر بدید و هر رنگی دوست دارید بذارید. خب زمانی که اوکی میکنیم خب با عرضم خدمتتون با چنین صحنه‌ای مواجه میشیم داخل چارت که یک سری خطوط آبی و قرمز روی چارت هست که به منزله سیگنال بای و سله. خب بخوام توضیح بدم که اصلا اینا چی ان و باید چی کار کنیم. چند تا کارکرد میتونیم داشته باشیم. این اندیکاتور بسیار بسیار اندیکاتور خفنیه به نظر من بچه‌ها، که شما میتونید از این استفاده کنید. چرا اینجوری میگم؟ ببین، هم میتونی ترند ازش بگیری، هم میتونی پولبک ازش بگیری، هم میتونی مولتی تایم فریم کار کنی و چیزای دیگه ای که حالا راجع به استاپ، تی پی و بقیه مسائل داخل این ویدیو بهتون میگم. حتما تا آخر ویدیو دنبال کنید و این آموزشی که دارم میگم خدمتتون رو یاد بگیرید. اولین چیز اینه که خب همونجور که میبینیم زمانی که سیگنال سل صادر میشه، این رنگ کندل به رنگ قرمز، ببخشید رنگ این خطه به رنگ قرمز در میاد، ما سل میزنیم. اینجا ما سلریم، سلمون رو میزنیم و زمانی که رنگش به رنگ آبی در اومد اینجا ما بای میزنیم. خب که همونجور که میبینید سیگنالاش هم به این شکل. حالا من یکم زوم کنم که ببینید به چه نحویه. ترند بازار رو ما میتونیم با استفاده از این روش به دست بیاریم. یعنی زمانی که آبی شد ما ترند بازار رو بای در نظر بگیریم، وقتی که قرمز شد ترند بازار رو سل در نظر بگیریم. که حالا این واسه کسیه که ترند بازار میخواد تشخیص بده یا صرفا فقط میخواد بر اساس این آبی قرمز بودنشون ترید انجام بده. کار دیگه که میتونیم انجام بدیم چیه؟ خب ما اگه بخوایم از این استفاده کنیم، توی ویدیوی گذاشتم گفتم تو میتونیم مولتی تایم نگاه کنیم. یعنی چی؟ یعنی من اینجا خب سیگنال سل برام من صادر شده دیگه، درسته؟ من میرم یه تایم مثلا بالاتر، حالا یه تایم دو تایمش دست خودتونه دیگه، میرم بالاتر ببینم آیا در اون تایم خب من مجاز به سل زدن هستم یا نه. خب اگر دقت کنیم در این خطی که من انداختم اینجا سیگنال بایه. خب یعنی اگر بخوام پوزیشن بزنم فقط و فقط با سیگنال های بایو بزنم، چون دارم تاییدیه میگیرم از تایم بالاتر. خب یه تایم میام پایینتر من فقط سیگنال های بایو دیگه مجاز بودم بزنم دیگه، درسته؟ خب پس این سلر رو نمیزنم، به جاش این بای درجه یک رو میزنم. یعنی از اینجا یه بای میزنم، خب با یه استاپ و تی پی استاندارد میتونم اینا رو ردیف کنم. راجع به استاپ و تی پی هم چند تا مقالی فلسفه است میتونید اینا انجام بدید. یکی این که بیای آخرین های و لو رو در نظر بگیر، استاپ تو بذاری زیر اون. خب یعنی مثلا اینجا اگه بای داشتم میتونستم مثلا اینجا استاپ هم باشه و تی پی مو در نظر بگیرم که با این فرمول تقریبا 1/2 هم بهم نمیداد. خب پس این زیاد جالب نیست، استاپ هم خیلی زیاد میشه دیگه، درسته؟ خب میام یه روش فوق العاده میخوام بهتون بگم، این خیلی میتونه کاربردی باشه براتون. چیکار کنید؟ زمانی که سیگنال صادر شده خواستید تریدتون رو انجام بدید، مثلا 5 تا کندل بیا عقب‌تر. حالا این 5 تا بسته به تایم فریم و اینا هست، حالا چون من تو 5 دقیقه هم دارم میگم 5 کندل، 1 2 3 4 5 کندل تا اینجا من میام عقب. خب و تا اینجا که سیگنال بای صادر شده رو حساب میکنم از پایین ترین قسمت خب به بالاترین قسمت. خب یعنی از لوش به هایش وصل میکنم ببینم چند پیپه. حالا اینجا 136 پیپه چون تو طلا هستیم دیگه. خب اینو میام چیکار میکنم؟ تقسیم بر 2 میکنم، یعنی میانگین میگیرم. مثلا شما فکر کن 140 پیپه، خب 140 پیپ که باشه میشه 70 تا. یعنی من از اینجا 70 پیپ استاپ لاس میذارم، 70 پیپ هم تیک پروفیت میذارم. خب اگر دقت کنید، حالا من دقیق بیاد تقریبا اینجا میشه این 70 پیپ من یکم بالا پایین تر. خب یعنی قشنگ 1/1 من رو میتونه بده. این یه روش تیپی گذاشتن و استاپ گذاشتن، میتونید از این استفاده کنید، بسیار کاربردیه. میتونید بر اساس های و لو برید، میتونید دستی بذارید و بقیه ماجرا. پس ما گفتیم اینجا فقط مجازیم بای بزنیم دیگه، پس این سلر هم نمیگیریم. از این طرف این بای رو میخوایم بگیریم، یا من علامت میزنم ببینم آیا در تایم بالا این رو تایید میکنه یا نه.
خب در تایم بالا که بیام، بله باز هم این رنگش آبیه، پس من میتونم بای خودم رو بزنم. پس از تایم فریم بالاتر هم میتونیم استفاده کنیم برای تاییدیه گرفتن و پوزیشن های فیک و پوشش دادن. خب که آموزش رو بهتون دادم. ولی چرا ما داریم میگیم ترند و پول بک؟ اصل داستان اینجاست بچه‌ها. ببینید یک سری سیگنال هایی با درصد وین ریت بسیار بالای استراتژی داره که الان میخوام بهتون بگم. فقط نکته ای که هست این استراتژی، این اندیکاتور بدون اصلاح، بدون به قول معروف ریپینت، بدون تأخیره و بسیار بسیار عالی میتونید ازش استفاده کنید. حالا انشالله اگر وقت شد سعی میکنم اکسپرتش هم درست کنم براتون، فیلمش رو تهیه کنم که شما هم ببینید به چه نحوی هستش و درصد وین ریت چجوریه. تازه داخل بک تست و اکسپرت اخبار رو در نظر نمیگیریم، تایم کاری رو در نظر نمیگیریم و اینا. خب که باز اونها رو میشه بعدا فیلتر کنید، اگر خواستید میتونید انجام بدید. خب پس چرا ما داریم بهش میگیم پول بک؟ ببینید بچه‌ها، ما زمانی که بخوایم از پول بک این استراتژی استفاده کنیم، خب همونجور که میبینید زمانی که سیگنال صادر میشه، خب اینجا چون به رنگ قرمز در اومده ما دنبال سلیم، ولی ما میخوایم نقطه دقیقی ورود کنیم دیگه، نمیخوایم زیاد وارد ضرر بشیم. صبر میکنیم کندل برخورد کنه به خط ما، بعد پوزیشن میزنیم. حالا چه جوری؟ من داخل چند تا مثال الان بهتون نشون میدم. مثلا اینجا من سیگنال بای صادر شده دیگه، درسته؟ خب اینجا که سیگنال بای صادر شده، من همینجا بای رو نمیزنم. خب ببین چند تا روش من دارم میگم، شما میتونی اینجا از روش اول استفاده کنی، بای تو بزنی بر اساس استاپ تیپی که بهت گفتم، میتونی از صبر کنی بر اساس پول بکی که دارم بهت میگم بزنی، میتونی از تایم بالاتر هم تاییدیه بگیری. حتی پول بکی به چه نحویه؟ صبر میکنم تا کندل من برخورد کنه به این خط. نگاه کنید اینجا چه برخوردی داره. من حالا علامتم بزنم ببینید، یه مقدار زوم هم کنم که دقیق مشخص بشه. خب ببینید اینجا من اومدم با برخورد کندل خب وارد پوزیشن بای میشم. استاپ من کجا قرار میگیره؟ استاپ من پایین ترین لو مد نظر، یا همون 5 6 تایی که بهتون گفتم آقا مثلا من اینجا 5 کندل بیام عقب‌تر، مثلا اینجا میشه. خب از لو تا های در نظر میگم 46 پیپ، 46 پیپ استابلاس و بقیه ماجرا. یعنی این بخوام یک ریسک به ریوارد براتون در نظر بگیرم یه چنین چیز هیولایی میشه. خب حالا این یه روششه. روش دیگهش یه آقا من محتاط ترم دیگه، میخوام ببینم واقعا برخورد میکنه، سیگنال عوض نمیشه، اصلا رنگ کندل چجوری میشه و اینا. صبر میکنم وقتی کلوز انجام شد وارد ترید میشم، یعنی برخورد رو داشتم، کلوز اتفاق افتاد، اون موقع وارد پوزیشن میشم. اون موقع میتونم چیکار کنم؟ استابلوس رو بزنم زیر لوش یکم پایینتر که اسپردم بهش اضافه بشه. همونجور که میبینید تقریبا 1/6 رو به ما داده دیگه، درسته؟ پس از این هم میتونیم استفاده کنیم. خب به چند تا مثال پولبک دیگه ببینیم. نگاه کنید حالا اینجا من زوم کنم ببینم برخورد داشتیم یا نه. بعد نکته‌ای که هست به نظر من، حالا این رو میشه تست کرد، ولی به نظر من اولین پولبک رو در نظر بگیرین داخل این اندیکاتور خیلی بهتره تا بخواید بقیه را هم در نظر بگیرین، چون ممکنه ریسکی تر بشه دیگه، ممکنه بازار برگرده. خب اگر دقت کنید اینجا، بله اینجا هم یه برخورد داشتیم. حالا من زوم کنم، اگر دقت کنید اینجا هم ما یه برخورد داشتیم. من اینجا رو هم علامت بزنم که با هم دیگه ببینیم. خب پس دو روش شد، یا اینکه همون لحظه ما وارد ترید بشیم، یا اینکه صبر کنیم کندل که کلوز شد استاپ لاس رو بذاریم زیر لو و وارد پوزیشن بشیم. یعنی من اینجوری میتونستم تریدمو انجام بدم و تقریبا 1/3 مو بگیرم. خب این چند تا مثال بای، بریم جلوتر ببینیم مثال دیگه گیرمون میاد یا نه. من چند تایی هم علامت زدم که ببینیم با هم دیگه. تازه از همین داستانی که دارم بهتون میگم در تایم بالا هم بازم میشه تاییدیه گرفت. یعنی من اینجا بای صادر شده، میخوام صبر کنم ببینم آیا تایم بالا هم تایید میده یا نه. اگه تایید داد اون موقع با 2 تا تاییدیه بیشتر وارد بشم. باشه وقتی تاییدیه میارین داخل یه استراتژی ممکنه سیگنال ها کمتر بشن ولی وین ریتتون بسیار بالاتر میره. به این نکته هم توجه کنید. اینجا رو داریم که من علامتش رو زدم، همونجور که میبینید با این کندل، برخورد این کندل ما میتونستیم وارد پوزیشن بشیم. بعد نکته ای که هست بازم یه تاییدیه بخوام بهتون یاد بدم. ببین من اینجا میخوام بای بزنم دیگه، درسته؟ با برخورد یک میتونستم وارد پوزیشن بشم، با کلوز کندل میتونستم وارد پوزیشن بشم. نکته دیگه که چیه اینه که صبر کنم کندل سبز ببینم، یعنی کندل سعودی ببینم بعد وارد پوزیشن بشم. اینجا برخورد داشتم، کلوزم اتفاق افتاده و کندل سعودی من ندیدم. بعد از کندل سعودی من بتونم وارد پوزیشن بشم. این رو هم میشه انجام داد. حالا اینجا میتونستیم تریدمون رو وارد بشیم یا بر اساس اون روشی که گفتم، یا استاپ لاس بزنیم زیر لو یه مقدار پایینتر. حالا این
با یه شادویی شاید استاپ ما رو میزد با این روش، ولی میتونستیم از روش بعدی که بهتون گفتم استفاده کنیم. 5 تا کندل بیایم عقب‌تر، از بالا تا پایینش رو در نظر بگیریم، تقریبا 130 پیپ بیایم تقسیم بر دوش کنیم، 65 پیپ استابلاس بذاریم و همونجور که میبینید یه حرکت فوق العاده داشت. خب بریم مثالای بعدی رو چک کنیم. اینجا هم سیگنال سل صادر شد. حالا باید صبر کنیم این برخورد کنه به خط ما و فروش رو داشته باشیم. همونجور که میبینید اینجا کندل برخورد کرده، کلوزش هم نزولی بوده، ما وارد پوزیشن سل میشیم. حالا اگه بخوایم تایید بگیریم، میریم یه لحظه تایم پایین ببینیم، تایم بالاتر ببینیم آیا تایید به ما داده یا نه. خب ببین اگه تایم بالا رو می‌خواستیم استفاده کنیم، چون اینجا سعودی بوده، خب ما وارد پوزیشن ارزم به خدمتتون سل نمی‌شدیم دیگه، چون اینجا مثلا ذاتش سعودی بوده دیگه. و اگه دقت کنید در تایم بالا اصلا سیگنال بای به ما صادر کرده اینجا، یعنی ما میتونستیم اینجا بایر باشیم تا سلر. یعنی اینجا در تایم بالا بایش رو بگیرم، در تایم پایین بیام سلش رو بگیرم. یعنی بسیار بسیار روش عجیب و غریب و سوده که شما میتونید از اون استفاده کنید و لذت ببرید. یه چند تا مثال دیگه هم با هم دیگه ببینیم که جا بیفته براتون. مثلا دقت کنید ببین چه سودی داده. حالا شما میتونید این وسط ریسک فری کنید، حجم کم کنید و مدیریت سرمایه که مد نظرتون هست رو انجام بدید. باز هم برخورد کندل و ریزش رو داریم که میتونستین یا به محض اینکه اتفاق افتاد بزنید یا صبر کنید کندل بعد نزولی بشه بزنید و توضیحی گفتم خدمتتون. حالا اینجا هم فکر میکنم برخورد اتفاق افتاده در این کندل. ببین در یک روند نزولی تقریبا 1 2 3 4 5 تا سیگنال به ما داده که ما درس خدمتتون اگه اولیو بگیریم بسیار بسیار سوددهتر خواهد بود. چند تا مثال دیگه هم ببینم اگر هست نشونتون بدم. حالا همش که نباید تیپی باشه دیگه، قطعا بازار استاپ هم داره. خب مثلا من اینجا اگر در نظر بگیرم، یه مقدار زوم تر بکنم، اینجا با این کندل ما وارد پوزیشن بای میخواستیم بشیم دیگه. دو تا روش استاپ گذاری داشتیم. گفتیم کندل که برخورد کرد وارد پوزیشن بشیم، استاپ دستی بذاریم، بریم لو رو در نظر بگیریم. خب من اگر بخوام اینجا وارد پوزیشن بشم، خب بخوام یه لو در نظر بگیرم، خودش از همه لوتره. مثلا میام اینجا میذارم دیگه، یا اینجا میام تریدمو میذارم. خب من دوتاشو در نظر بگیرم. اگر اینجا میذاشتم استاپ لاسم رو، استاپ لاسم اگر اینجا بود استاپم میخورد، ولی استاپم اگر اینجا بود نه، استاپ من خورده نمیشد. خب پس این از یه روش. یه روش دیگه به چه صورتی بود که با هم دیگه صحبتشو کردیم؟ گفتیم که بیایم 5 تا کندل رو حساب کنیم. این پنجمین کندل تقریبا 50 پیپ، 25 پیپ بریم استاپ بذاریم. خب اونم استاپش خورده بود دیگه، چون 42 پیپ اومده پایین. دیگه میگم بازار هم سود داره هم ضرر داره، ولی اون درصد سودی که به ما میده نسبت به این استراتژی بسیار بسیار بالاست و میتونیم ازش استفاده کنیم. من چند تا مثال دیگه هم بگم خدمتتون که در نظر داشته باشید. اینجا باز برخورد و سیگنال، اولین سیگنال بایشه که میتونستیم اینجا بگیریم. دومیش میبینید چقدر به محض برخورد یه ریاکشن فوق العاده به ما میده که ما میتونیم ازش استفاده کنیم و لذت ببریم. حالا شما هم میتونید حالت اسکالپ کار کنید، هم میتونید تیک پروفیت و ریسک و ریوارد بگیرید دیگه، بسته به خودتونه که بشه نحوی وارد پوزیشن مد نظرتون بشید. اینجا هم باز یه برخورد داشتیم. من ابزار ریسک ریوارد رو بیارم که حالا بعد از کلوز کندل اگر استاپ این بالا بود قشنگ 1 به 1 رو به ما میداد. میتونستیم بعضی خط هم استفاده کنیم، باز 1 به 1 رو به ما میداد. و این از مثال هایی که گفتم خدمتتون که چندین مثال هست. باز هم یه مثال دیگه بررسی کنیم. به محض برخورد کندل وارد پوزیشن میتونستیم بشیم، یا از روش دوم کلوز کندل که اتفاق افتاد وارد پوزیشن بشیم، یا نه کندل بعدی که سعودی بود وارد پوزیشن بشیم. یعنی تمام حالت هایی که این پوزیشن رو میگرفتیم 1 به 1 رو حداقل به ما میداد. دیگه توضیح دیگه ای نمیمونه بچه‌ها. این اندیکاتور بسیار اندیکاتور کاربردیه، میتونید ازش استفاده کنید، ازش لذت ببرید و میتونید با استراتژی خودتون تطبیق کنید. هم تاییدیه است، هم سیگنال میده، هم پول بک رو میتونه در نظر بگیره. خیلی جالبه، ازش حتما استفاده کنید. ریاکشناتون رو به من بگید. اگه سوالی مطلبی بود، مشورتی بود، بهم حتما بگید. من سعی میکنم اکسپرت این روش رو هم آماده کنم براتون. یه ویدیوی کوتاهی حالا داخل هم کانال تلگرام هم کانال یوتیوب براتون بذارم و شما هم ببینید که به چه نحوی کار کرده و کارکردش رو با هم دیگه ببینیم. اگر دوست داشتید اکسپرتش رو تهیه کنید.
شما دوستان عزیز میتونید از کانال تلگرام ما هم دیدن کنید. تمامی اکسپرت ها و اندیکاتورها به صورت کاملا رایگان براتون قرار داده میشه و استراتژی مخصوصمون هم که اونجا هستش میتونید استفاده کنید و برای ثبت سفارش و ساخت اکسپرت و اندیکاتور مد نظرتون برای متا 4 یا متا 5 هم بنده در خدمتتون هستم. اگر هر سوالی مطلبی بود خوشحال میشم به پیام بدید. امیدوارم که از این ویدیو آموزشی لذت برده باشید. اگر دوست داشتید حتما کانال تلگراممون عضو بشید و در کانال یوتیوبمون هم فعال باشید، سابسکرایب کنید و ما رو حمایت کنید که انرژی داشته باشیم بتونیم ویدیوهای بهتر بذاریم و استراتژی‌های خفن‌تری براتون ارائه بدیم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. فعلا خدا نگهدار.